خب بسم الله الرحمن الرحیم. میم لایک یک اینستیتیوت است، یک کورس است، یک سرتیفیکیت. مثال شما که اینجا دانشجویی خوانید چه قسمی لیول که کویز بود یا نبود، تست بود یا نبود. یک شاگرد است نمیشناس، فادر نمیشناس، کلاس است. صحیح؟ اینجا quiz 1 marks, quiz 1. خب quiz 1 اینجا میم quiz 2, quiz 3, quiz 4, quiz 5, quiz 4, quiz 5, quiz 6, quiz 7. صحیح؟ اینجا آمدی توتال quizzes marks. چقدر توتال quizzes marks میشه؟ صحیح؟ و به این طرف آمدی average of quiz. average quiz ها چقدر میشه؟ فهمیدی؟ خب و دی سهمی تست A چقدر مارک میشه؟ اینجا تست B دی سهم تست C داخل مثال تست A percentage. صحیح؟ تست A percentage چقدر میشه برده؟ تست B percentage چقدر برده؟ تست C percentage چقدر برده؟ و دی سهمی هومورک. صحیح؟ هومورک است هم با پرسنتیج است. CP class participation. صحیح که در شاگرد قسم تکرار بود یا نبود هم با چیست؟ هم با پرسنتیج است. اینجا میم توتال مارکس. اینجا میم گریدش ریزالتش و این طرف میم گریدش. صحیح؟ یک شاگرد است امین، فادر نیم رحیم، کلاس level 4. کدام سمپس؟ level 4. از 20 نمره دا کویز 20 نمره است 12 گرفته، 4 گرفته، 20 گرفته، 11 گرفته. صحیح؟ باز 20 گرفته، 18 گرفته و 17 گرفته. توتال کویزز مارکس. همین کسی میتونه که مکمل سم بگیری، این را سم کنی. دانش اکوال اینی خانه جمع اینی خانه دو سنس average equal اینی مارکس تقسیم 100 ضرب 20
اوریج چند شد؟ 20 شد. یعنی توتال نمرات که ازی باشه صحیح. یک قسم اوریج اگرش اصلی اوریج که قسمی کشیده میشه که توتال تقسیم 7 اوریج خویی را میگه. صحیح. توتال تقسیم 7 اینی اوریج میگه که 14 اوریجش هست. صحیح. باز اینی اوریج ما حساب میکنیم. تس ای آمده 100 نمره 60 برده، تس بی 90 برده، تس سی 40 برده، تس ای پرسنت اینی تقسیم 100 ضرب 10% چند فیصد میگیره؟ 6 نمره برده. صحیح. تس بی اینی مارک تقسیم چند؟ 100 ضرب این 10% است. نه تس سی اینی مارکس تقسیم 100 ای 20% بهت بگیره. هر نمره بایدی که در بودی که ای را حساب کنی اینی نمره و اینی که هر جا که فیصدی باشه که او حساب کردی فیصدی باید 100 پره شود. چقدر پره شود؟ 100. هومورک ای جوان 9 نمره گرفته، کلاس پارتیسیپیشن بسیار لایق بود، پره 10 نمره گرفته. 10 نمره است. کلاس پارتیسیپیشن که است، کلاس پارتیسیپیشن نهایی 10 نمره است. کم دلید که چقدر میدی. هومورک هم 10 نمره است. صحیح. و ای که است سی که است چند؟ چقدر نمره است؟ 20% است. ای که است 10% است. و اینی که است هم چند فیصد است؟ 10%. خب توتال مارکس علمیم توتال مارکس هستی اکوال اینی مارکس جمع اینی خانه جمع اینی خانه جمع فیصدی است نیست. اینی خانه جمع اینی خانه جمع اینی خانه 56 مارک شد یا نشد؟ چقدر برده؟ بوره بی دا و دا مثال چقدر 20 20 و 20 40 40 و 50 50 و دا 60 60 و 20 80 میشه. تس ای 40 تس ای تس بی 60 20 80. خب ای ببین آل 80% پره میشه. خوی ایکویس که ما حساب میکنیم ایکویس امی صحیح است. کلاس پارتیسیپیشن و اینجا که از هم چند نمره میبره؟ 20 20. ای باید چند ضرب شو؟ 20 باید ضرب شو. ای دیگر اب چقدر است؟ حالی که ضرب میشه ضرب چقدر؟ 20 انتر 18 نمره شد یا نشد؟ و دیگه هم ضرب 20. خب هر چه که فرمول باشه و فرمول به چی شود؟ پایین بی که به دیگه شاگرده او را آسان شود. تا یک نمره سی نیست ولی میخوام که ریزلتی شاگرد رو معلوم کنیم. فرمول نیست اینجا. فرمول شد یا نشد؟ اینجا میخوام که ریزلت اف اگه اینی خانه زیاد بود از چند؟ اگه اینی خانه
مساوی و زیاد بود کاما از 70 څه شی ورته کړه کاما پاس اگه نبود چی باید شود؟ فیلد چه میکنه میره؟ پاس شدی یا پاس نشد؟ صحیح؟ دیگه برش گفت اگه شاگرد کم برده است این کلر چی باید شود؟ باید فیل شود. خب گرید گرید هم باید بگیره صحیح؟ if اگر اینی خانه equal to و greater than چند بود؟ 70 equal to greater than از 90 یا 95 کاما डबल कोटेशन ए प्लस برش بده کدام ए प्लस کاما اف اگر اینی خانه مساوی و زیاد بود از 85 بس چی کو کاما ای گریड برش بده کدام ای گریड اف اگر اینی خانه اکوال و زیاد بود از چند 70 بس چی کو کاما بی گریड برش بده اگر نو بیا ورته وای چې نو گریड شاگرد کدام گریड بارش یو گریड نداره ببین اگه بی اینا خب مثال دیزاین هر چی کار تو است که چه قسم دیزاین باید بگیره چه قسم باید کار کنه فرمول که جور میکنی صحیح ما در سال مثال में मी عنوانشان است خب شاگرد دوم بابا باور این چیز لیول 4 دایی کویز 19 18 20 15 19 20 20 صحیح تو ما خورد نمیشه چرا کیره فرمول پایین نکردیم 130 شد یا نشد ایران پایین نکردیم اورجش نکشیده اورجش داره برده یا نبرده that is A چقدر مارکس گرفته 90 that is B 99 that is C 80 صحیح و هموت چند 10 نمبر و the class participation چند 10 نمبر 92 پاس A plus A گرفته نه A plus نشد دیگه شاگرد ببین دیگه عبید ولی لیول 4 ایتا کراس 20 20 20 17 18 19 20
99 99 99 صحیح. دا نمره 98 کدام گیره پلاس گرفت یا نگرفت؟ یک فرمول شد یا نشد؟ فهمیدی؟ خب فل شو. کس تقول شریف وحید ایمیل لیول 4 یک عربی 12 نمره 11 5 9 55 صحیح. homework اینجا فیلد نو گره هر شد یا نشد. همین قسم یک سیستم برای شما هم جور است. همینی مثال کویز شورت تست امتحان خورد در 2 یونیت که بخونه یک تست کویز میدن. صحیح. این کویز من 20 نمره داره که یک قدر برده. آخر همین نمره هومورک و هر چی در کلاس که تو از رو مثال چه کسب بودی تکرار بودی جواب دادی یا ندادی این مکمل که کسی ریکارد میگیره کسی نمیگیره. ببین اینجا باز معلوم میشه کسی بی گرید برده ای گرید ای پلاس. صحیح. دا گرید داری کنه فاس پشت بودی بانی فهمیدی یارا. یک فرمول اینجا میشه که اف اگه مثال اینی زیاد بود از چی یک قدر باید باشه و دیگه اینی دیگه فرمول میشه. مثالی فرمولشان است. شما میتونی که به یک قسم گرید به یک دستور به یک رقم شما زیاد با یک استاد برات بگوی از لیسا از مکتب ما شاگرده داریم یک سیستم برش جور کو. فهمیدی؟ برات میگه تو زیاد خواندی فرمول و دیتی را خواندی در پرمختار چه قسمی میشه که یک فرمول باشه که منظم. ما مثال در لیسا استاد هستیم شاگرده زیاد است ما باید گریدش هم معلوم شو پاس هم شو اجدا مضمون است ایوریجش هم معلوم شو. کسی که 85 بالا باشه نوشته باید کنه که میتونه که امتحان بده. فهمیدی؟ سویه مثال هر کدام بسرت شما میتونی که یک اسمی هم نوشته کنی با این نفر هم تبدیل کنی. یه خو علی امی سیستم است دی شما میتونی که هاید کنی یک شهره که چیز نشه یا شما بخوای که اینجا باید این لیول 4 ریپیت باید بیه تکرارا برات می. صحیح. مگه اینی خو یک فرمول است که فرمول باید باشه یا بخوای که مثال این فرمول است نیست فرمول داخل باید بیه. چرا نه؟ اینطوری که با همی شما باید ای اسایمنتشان است. مثال همی کسب شما باید به لیسا چی قسمی جور میشه با باید جور کنید. این باید کورس بود فرمولا که مثال کورس انگلیسی که چه قسم چند امتحان میگیره شما باید چه قسم باید استاد یک لیسا باید چه قسم فرمول جور میشه جور کدام میتونی یا نمیتونی به کدام سیستم جور میشه. صحیح. تو بخوای که یک ساحه گرید مثال اینجا ما پروتکت میکنیم کسی نتانه کیره چی کنه چنجز بیار اینجا کلیک کرده فرمت انلاک دلتا رالم صور کنم لاک پاسمین پروتکت پاسورد داده مار پاسورد باید تکرارن یک چیز باید یک نفر می اینجا بخود اینجا
No grade است اینجا می A plus اشتغال بیدن ده هر ساحه اینجا چه به مثال اینجا این نفر مثال 99 دیگه شده ترانسفورمیشن شما می‌دونید که هر ساحه را پروتکت کنید این ساحه را باید پاسورد بدید یک نفر انسرت بشه باید پاسورد از دیا بخواه دیگر بله بل فرمول برای خون